در این مجموعه قصد داریم بدون هیاهو و با استناد به گزارش شاهدان عینی از درون زندانها و بازداشتگاه‌ها به تصویری واقع بینانه و منصفانه از پشت پرده پرونده‌های سیاسی در ایران دست پیدا کنیم. به این منظور پس از یک مقدمه و فقط برای نمونه از بین صدها پرونده 4 پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پرونده یکی از فعالان در زمینه حقوق کارگران، پرونده 2 تن از دانشجویان، پرونده چند تن از فعالان در حوزه اینترنت، پرونده کهریزک و در نهایت به موضوع پیچیده شیوه‌های بازجویی خواهیم پرداخت. برای سندیت بیشتر بخش‌هایی از فیلم‌های بازجویی از متهمان ردیف چندم قتل‌های زنجیره‌ای را که به تایید رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی رسیده است به این مجموعه ضمیمه کرده‌ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هر روزی که از این انقلاب میگذرد بیشتر توجه به این معنا بیشتر پیدا میکنم که ملت ما انقلابی عمل کردند
و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر و در هر دو جهتش در پیشگاه ملت جواب باید بدیم. و اگر چنانچه ما تجربه داشتیم، یعنی یه انقلابی کرده بودیم و از بین رفته بودیم و یه انقلاب دیگه کرده بودیم، اینطور عمل نمی کردیم. متاسفانه ما نه بال داشتیم که پرواز بکنیم، نه پیغمبر خدا بودیم که معراج بکنیم و نه طی الارض بلد بودیم. همه ماها از شکم مادر بیرون اومدیم و مادرمون از آغوش به زمین ما رو گذاشته و پا به پا یاد داده راه رفتن. اگر به تاریخ انقلاب‌های دنیا هم نگاه کنید، بسیاری از انقلاب‌ها که در دنیا اتفاق افتاده بعد از پیروزی انقلابیون به افراط کشیده شدن. شما افراد محدودی رو پیدا می‌کنید مثلا گاندی که مبناش عدم خشونت باشه، مثل نلسون ماندلا که وقتی پیروز میشه بعد از 27 سال زندان احساسش اینه که نباید رفتاری رو داشته باشی که با او داشتن. طبیعتا نامشون هم به بزرگی برای همیشه مانده و میمانه. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی از قربون؟ من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدمی رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندین مرتبه گریه کردم. I don't think it should be too high because there is no rationale for that. اولا ما به اون صورت زندانی سیاسی نداریم. اینا مقررات کشور رو زیر پا گذاشتن و در زندانن. این ادعا که ما هزارها یا حتی صدها زندانی سیاسی رو اعدام کردیم دروغه. اما میخوام این رو بگم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیاست. همین امروز. در حقیقت امروز در کشور ما فقر، بیکاری، گرانی، سالی 8 میلیون پرونده قضایی، مسئله مواد مخدر و نارسایی‌ها و کاستی‌ها نشان دهنده یک مشکل جدی در اداره جامعه ما هست. این تصور حتما باید کنار گذاشته بشه. ما نظاممون یک نظام جا افتاده مقتدره. من از فعالیت‌های پلیس امنیتیمون، پلیس انتظامیمون، دستگاه بسیجمون تشکر میکنم. اینا خیلی کارهای بزرگی کردن، کارهای خوبی کردن. من کاملا همین نظر رو دارم، چون ما زندان که رفتیم ساعتهای طولانی برای در واقع دیدن وضعیت زندانیا، خوشبختانه مجموعه وضعیت زندانهای ما انصافا نمره قبولی خوبی داره. این نظام الهی کارهایی که انجام میدن وظایف الهی است دیگه، دارن انجام میدن. اونا میدونن تو گوانتانامو چه اتفاقاتی داره میفته، چرا هیچ وقت نمیرن درمان بکنن؟ با اینکه میدونن فجیع ترین جنایات انسانی در زندانهای خارج از کشور آمریکا و حتی داخل آمریکا داره اتفاق میفته. اما بحثی رو که گالیندوپول مطرح کرد اول بحث شکنجه در زندانهای ایران بود و اومد بررسی کرد و آخر به جمع‌بندی رسید که در زندانهای ایران شکنجه وجود نداره. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی دارن. والله شهید لاجوردی به من میگفت، من اونجا 10 روز رفتم سخنرانی، میگفت بیا برو نگاه کن، استخر ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه. یک فصل مشترکی بین همه دستگیر شدگان وجود داره و اون این که همه از اوین راضی هستن. غیر از اون نه مشکلی داشتیم، بازجوهای بسیار مؤدبی داشتیم، بسیار با فهم و شعوری داشتیم، حرف‌ها و گفتگوهای بسیار جدی ما مطرح کردیم. بعد از اینکه دستگیر شدم، با اینکه یه اقلیت دینی هستن، در زندان رفتار با من کاملا انسانی بود، بدون هیچ آزار و اذیتی.
باید از زبان کسانی که تجربه کرده اند این مراحل رو، بازداشت شده اند، مسائل مشکلات بسیار زیادی براشون پیش اومده، بشنویم که چه گذشته است بر سرشون. باید از زبان اونها بشنویم تا مستند باشه، تا بتونیم درک کنیم، احساس بکنیم چگونه اعتراف گیری میکنن، چگونه بازجویی میکنن.